سلام، با نیوز باکس امروز ما را همراهی کنید. نهادهای حامی خبرنگاران با مناسبت روز جهانی پایان دادن با معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران میگوید که در 19 سال اخیر نزدیک به 110 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند، اما تاکید دارند که به زودترین فرصت به قضیه آنان رسیدگی خواهد شد. جزئیات با معصومه بهار. اگر به قضایای خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی نشود، خشونت افزایش خواهد یافت. گفته‌هایی که بارها از سوی نهادهای حامی رسانه‌ها مطرح شده است و امروز یک بار دیگر در برنامه تجلیل از روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران تکرار شده است. اما کجاست کوشش نوای نهادهای عدلی و قضایی؟ در تازه‌ترین آمارهایی که از سوی نهاد نی ارائه شده نشان می‌دهد که در طول 19 سال اخیر فعالیت رسانه‌ها 110 قضیه قتل خبرنگاران به ثبت رسیده است. یکی از آنان در این اواخر دست از کار رسانه‌ای برداشته بود که به قتل رسیده است. این آمار به دیدگاه حقوق بشر یوناما نیز تکان دهنده و خطرناک عنوان می شود. شاید کمتر از 10% کلی قضایا که شامل فرایند عدلی و قضایی می شده، شامل مرور زمان نمی شده، شامل افراد حکومتی نمی شده، شامل طالبان نمی شده، بررسی شده. هرچند یاد ما باشه که امی کمتر از 10% هم در 5 سال اخیر اتفاق افتاده و این میتونه یک خبر خوش باشه. Yet, as we have heard, too many journalists are attacked or intimidated or at worst killed. This is not acceptable. هرچند برخی ها از عدم رسیدگی به شکایت ها و قضایای خشونت علیه خبرنگاران نگرانند، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید توجه و حمایت حکومت وحدت ملی در این مدت بی پیشی نبوده است. در 17-18 سال گذشته روی هم مانده بود، تلمبار شده بود، کسی سراغشان نمی گرفت. اما در امی حکومت بود که دوسیه طی مراحل شد و وزارت محترم داخله و مسئولان محترم ما که وظیفه داشتن اعضای کمیته مشترک بودند با جدیت و قاطعیت پیگیری کردند. UNESCO seeks to prevent these tragedies by promoting a safe environment for journalists and media workers. و گفته آنان از آغاز سال 2019 میلادی تا کنون بیش از 100 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است و عاملان بیشتر گروه طالبان، گروه داعش و برخی دیگر آن توسط افراد مسلح ناشناس و وابسته به دولت انجام شده است. خشونت‌ها شامل ضرب و شتم، زندانی کردن خبرنگاران، ربودن آنان، خشونت لفظی و حتی تهدید به مرگ بوده است. سفارتخانه‌های افغانستان در منطقه و جهان بازسازی می‌شود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری کشور امروز طی کنفرانس خبری یادآور شد که بعد از دیدار سرپرست و معینان وزارت امور خارجه در ارگ با رئیس جمهوری در کنار دیگر موارد آقای غنی از این ارگان خواسته است تا پلان برای بازسازی سفارتخانه‌ها طرح و به ریاست جمهوری ارائه کنند. پلان بازسازی تمام سفارتخانه های ما را که در دنیا وجود داره موجود است به ریاست جمهوری ارائه بکنه. ما این طرح را باید عملی بسازیم به خاطر که بعضی از سفارتخانه ها نیاز به ترمیم داره، نیاز به اعمار مجدد داره. همزمان با این آقای صدیقی تاکید کرد که وزارت امور خارجه باید تمرکز بیشتر بر بهبود سیاست‌های خارجی کشور داشته باشد و مرجع واقعی برای اجرای سیاست‌های حکومت باشد. در کنار آن از انتصاب آقای گران هواد به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد. این نهاد ما باعث مجری سیاست‌های خارجی حکومت افغانستان بیشتر فعال شود و تمرکز بیشتر این نهاد و سیاست ما، دیدگاه ما به طرف اقتصاد باشه و اقتصاد محور باشه. وزارت مالیه کشور طی اعلامیه از افزایش 10% عواید خبر داده گفته است که در سال جاری 160 میلیارد افغانی عواید جمع آوری کرده است که 10% افزایش را نشان می‌دهد. جزئیات کوتاه با همکارمان داشته باشید. در تازه‌ترین اعلامیه نشر شده در وبسایت و صفحه رسمی وزارت مالیه آمده است که از آغاز سال مالی جاری تا کنون از مجموع 399 میلیارد افغانی بودجه ملی 318 میلیارد افغانی آن یعنی 71.7% به مصرف رسیده است که در مقایسه با سال مالی گذشته 34.5 میلیارد افغانی افزایش را نشان می‌دهد. به نقل از اعلامیه وضعیت جمع‌آوری درآمد ملی و مصرف بودجه به ویژه بودجه انکشافی رو به بهبود است. وزارت مالیه توضیح داده است که از مجموع 160
260 میلیارد افغانی، 66 میلیارد افغانیان از بخش گمرکات و 94 میلیارد دیگر آن از بخش درآمد به دست آمده است. وزارت مالیه همچنان گفته است که از مجموع 124 میلیارد افغانی بودجه انکشافی 92 میلیارد افغانی یعنی 62% و از مجموع 275 میلیارد افغانی بودجه عادی نیز 226 میلیارد آن به مصرف رسیده است. از سوی هم گفته شده است که محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه در نشستی با مسئولان ادارات عواید، خزاین و بودجه این وزارت همچنان از آن خواسته است که به منظور جمع‌آوری بهتر درآمد ملی باید با سایر وزارتخانه‌ها و والیان هماهنگی لازم صورت بگیرد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که گزارش تصفیه آرا در سرور مرکزی از سوی شرکت درمالوگ به این کمیسیون سپرده شده است. کمیسیون انتخابات ناوقت روز شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که شرکت درمالوگ 86226 رای را بی اعتبار شناخته است. اورنگزیب یکی از کمیشنران کمیسیون انتخابات دیروز در یک نشست خبری گفت که بیش از 1,929,333 معلومات بایومتریکی به سرور مرکزی منتقل شده بود، اما شرکت درمالوگ 1,843,107 رای را معتبر شناخته است. تفاوت میان این دو آمار 86226 رای است. آقای اورنگزیب گفت که شرکت درمالوگ آرای تکراری، عکس تکراری، عکس از روی عکس و آرای استفاده شده پیش از ساعت 7 صبح و پس از ساعت 5 شام را که در روز انتخابات به کار گرفته شده تصفیه کرده است. نسلکو 9333 بایومتریکی معلومات لرل چې هغې نه 18,341 معتبر دي او متبقي نور غیر معتبر دي چې څو اتیا زره کېږي. نو دغه دومره بایومتریکي اطلاعات باطل شوي دي او متبقي نور ټول معتبر دي. طبق تقویم انتخاباتی باید نتایج ابتدایی این انتخابات در 27 میزان اعلام میشد، اما کمیسیون مستقل انتخابات موفق به این کار نشد. با این حال کمیسیون مستقل انتخابات تقویم تازه برای اعلام نتایج ابتدایی و نهایی اعلام کرده است. طبق تقویم تازه قرار است نتیجه ابتدایی در 23 عقرب و نتایج نهایی آن در 15 قوس اعلام شود. اداره ملی حفاظت از محیط زیست جهت آگاهی‌دهی هرچه بیشتر مردم در مورد محیط زیست امروز 3 تفاهمنامه را با وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ، حج و اوقاف و عزیزی بانک در یک کنفرانس مطبوعاتی به امضا رسانید. گزارش اداره ملی حفاظت از محیط زیست امروز 3 تفاهمنامه را با وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ، حج و اوقاف و عزیزی بانک در یک کنفرانس مطبوعاتی امضا کرد. عزیزالله صدیقی معین مسلکی این اداره هدف از امضای تفاهمنامه را آگاهی دهی عامه در رابطه به حفاظت از محیط زیست عنوان می کند. هدف کلیش هماهنگی برنامه‌های آگاهی عامه است که آگاهی عامه ما قبلا گفتم که یکی از چالش‌ها برای مدیریت مسائل محیط زیستی است که اینا بیشتر در قالب درست‌تر و رسمیات بیایند. آقای صدیقی مدت این تفاهمنامه با وزارت حج و اوقاف را 3 سال و مدت تفاهمنامه وزارت اطلاعات و فرهنگ را 1 سال گفته است که برای بلند بردن سطح آگاهی عامه می تواند کمک کند. د دې لپاره څه خاصه بودیجه مالی موارد په دې کې هیڅ وزارت مواجه نه دي. هغه موږ خپل انکشافی بودیجه چې لرو د اوغو نه استفاده کوو. بر اساس گفته های معین این اداره برای عملی ساختن این پلان ها از بودجه انکشافی خود این اداره استفاده خواهد کرد. وزارت حج و اوقاف نیز در راستای آگاهی دهی مردم از طریق علما و محافل دینی اطمینان می دهد. در این راستا ما و ریاست محترم محافظت محیط زیست شاروالی را کمک بکنیم، ولایت هم کمک بکنه و باعث که پارلمان برشان بودجه های پیشنهادیشان تصویب بکنه. اداره ملی حفاظت از محیط زیست در رابطه با میزان پایین آمدن سطح آلودگی هوا برای سال جاری میگوید که امکان پایین آمدن آن به یک بارگی وجود ندارد، اما تا 2 سال دیگر تغییرات قابل ملاحظه به میان خواهد آمد. انگلا مرکل صدراعظم آلمان پنجشنبه شب برای سفر با ماهیت اقتصادی وارد دهلی نو شد. این در حالی است که پایتخت هند همکنون به دلیل میزان بالای آلودگی در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و مقامات دولتی در دهلی نو وضعیت اضطراری صحی اعلان کرده‌اند. ادامه را با تابان ابراز دنبال کنید.
صدر اعظم آلمان در اولین قدم ورود خود به دهلی نوعده داد تا کمک 1 میلیارد یورویی 5 ساله‌ای را برای اجرای برنامه حمل و نقل پاک در اختیار دولت هند قرار دهد. خانم مرکل که از نزدیک شاهد شدت بالای آلودگی در پایتخت کشور پرجمعیت هند بود، همچنین از مقامات این کشور خواست تا در مبارزه با این پدیده شوم که مسبب صدها هزار مورد مرگ زودرس در این کشور است، مصمم و جدی باشند. بر اساس گزارش‌های محلی هند، بخش عمده‌ای از این میزان بالای آلودگی از اقدام کشاورزان در آتش زدن مزارع خود ناشی می شود که با هدف پاکسازی زمین‌های کشاورزی از آفات و علف‌های هرز صورت می‌گیرد. انگلا مرکل روز شنبه طی سخنان در دهلی که توسط خبرگزاری‌های محلی هند منتشر شد، تاکید کرد که کشورش در نظر دارد به پروژه 5 ساله اجرا و راه‌اندازی سیستم حمل و نقل پاک در شهرهای هند کمک کند و برای این کار بودجه 1 میلیارد دلاری را کنار گذاشته است. صدر اعظم آلمان که به عنوان نخستین مقام بلندپایه خارجی به صورت عمومی از پدیده‌های آلودگی هوا در هند سخن می‌گفت، در ادامه تاکید کرد نخستین گام برای اجرای این پروژه این است که موتورهای دیزلی با نمونه‌های برقی جاگزین شوند. این جاگزینی باید خواست و مطالبه هر یک از شهروندان دهلی نو باشد که آلودگی هوا شرایط زیستی آنها را به خطر انداخته است. شدت آلودگی هوا در پایتخت 20 میلیون نفری هند به حد نگران کننده شده است که نهادهای ویژه مبارزه با آلودگی ضمن هشدار نسبت به تبعات این وضعیت بر سلامتی جسمانی کلی شهروندان و به خصوص کودکان وضعیت اضطراری صحی در این شهر را اعلام کرده است. مکاتب و بسیاری از عملیات ساختمانی در دهلی نو به دلیل شرایط موجود تا 3 روز یعنی روز سه‌شنبه تعطیل اعلام شده است. پایتخت هند هر سال در ابتدای فصل زمستان به دلیل مجموعه‌ای از عوامل طبیعی مانند سرما، وزش خفیف باد، پدیده وارنگی و نیز برخی عوامل انسانی چون آتش زدن مزارع کشاورزی، نشأت گازهای سمی از مجتمع‌های صنعتی و موتورها یکی از بدترین شرایط آب و هوایی در جهان را تجربه می‌کنند. به نحوی که رهبران هند همواره از این وضعیت به عنوان اتاق گاز نام میبرند. بر اساس گزارشی که سال گذشته میلادی در نشریه علمی لانست منتشر شد، آلودگی هوا در سال 2017 جان بیش از 1 میلیون نفر را در هند گرفته است. این بود بسته نیوز باکس امروز. تا بعد، خدا نگهدار.